اگه انگیزه داشتم الان زندگیم یه جور دیگه بود. امروز میخوام در مورد انگیزه یه چیزی بهتون بگم که شاید خیلیاتون نمیدونید یا شاید هم میدونید خودتون رو به اون راه میزنید. انگیزه در واقع نه یه حس خوبه، نه یه شوقه، نه یه انرژی مثبت حال خوبه. انگیزه در واقع واکنش مغز به پیشبینی پاداشه. یعنی اینکه مغز میگه که اول تو یه کاری انجام بده، این کار رو بکن، من ببینم حال میکنم که بخوام انجامش بدم تکرارش کنم یا نه. در واقع وقتی که یه کاری شروع میکنید و انجام میدید، اون دوپامین ترشح میشه و مغز میگه که این کار ارزش ادامه دادن داره. برای شما انگیزه ایجاد میشه که اون کار رو انجام بدین و اون کار رو تکرار بکنید. ببین وقتی که یه کار خیلی بزرگی رو میخواین شروع بکنید، مثلا پیش خودتون میگین من باید 10 کیلو وزن کم کنم، من باید امروز 1 ساعت ورزش کنم، من باید کل این 200 صفحه کتابو بخونم. مغز خیلی از زمان طولانی، از برنامه دراز مدت خوشش نمیاد. مغز میگه سریع کاری انجام بده ببینم این کارو میخوام انجامش بدم یا نه. پس شما بیاین کارهای بزرگتون رو تقسیم کنین به کارهای کوچیک. مثلا اگه باید وزن کم بکنید، اینو برای خودتون خیلی کار بزرگی ندونید. اینو نگید که من باید چند کیلو وزن کم کنم. همین که بگید من باید 1 کیلو وزن کم کنم. قدم به قدم، مرحله به مرحله این کار برای خودتون برنامه ریزی بکنید. چون وقتی که هدفهای کوچیک دارید، وقتی که قدم‌های کوچیک میخواین بردارین، 100% اون کار رو انجام میدید و 100% به موفقیت میرسید توی قدم‌های کوچیک و تیک میخوره اون کار و همین تیک خوردنه باعث تشویقتون میشه. وقتی که تشویق بشید، اون موقع است که تازه انگیزه به وجود میاد و شما دوست دارین که اون کار رو دوباره تکرار کنید. برای چی توی بدنسازی تو باشگاه وقتی که میخواین شروع کنین، دور اندام هاتون رو اندازه میگیرن و یادداشت میکنن و ماه دیگه وقتی که 1 ماه تمرین کردین دوباره اونها رو اندازه گیری میکنن. وقتی که میبینید که اون اندازه ها تغییر کرده، چقدر ذوق میکنید، احساس میکنید که کاری که انجام دادید نتیجه داده و این باعث میشه که هورمون دوپامین ترشح بشه و شما دلتون بخواد که اون کار رو انجام بدین. هورمون دوپامین هورمون شادی نیست، هورمون ادامه دادنه، هورمون تشویقه. یعنی مغز میگه که این کار ارزش ادامه دادن داره، دلتون میخواد که دوباره اون کار رو انجام بدید. این میشه انگیزه. پس اگه میخواین یه کاری رو شروع بکنید، مطمئن باشید که قبلش انگیزه‌ای وجود نداره. با انجام دادن اون کاره که شما انگیزه رو به دست میارید، انگیزه رو تو خودتون به وجود میارید. یه سری از کارها هستش که انگیزه رو از بین میبره، مثل مقایسه کردن خودتون با بقیه. به هیچ عنوان خودتون رو با بقیه مقایسه نکنید. شما نمیدونید توی زندگی بقیه چه اتفاقی داره میفته. اگه توی سوشال مدیا دارین یه آدم موفق رو میبینید، یه آدمی که فکر میکنید چقدر خوشبخته و چقدر داره حال میکنه، چه زندگی خوبی داره، شما نمیدونید بک‌گراند اون چیه، شما نمیدونید از کجا شروع کرده، چقدر زمان گذاشته برای موفقیتش و قبلش چجوری بوده، نمیدونید چجوری داره انگیزه برای خودش به وجود میاره. پس دست از مقایسه کردن خودتون با بقیه بردارید. خودتون رو با قبل خودتون مقایسه بکنید. بگید که من اگه دیروز 5 دقیقه ورزش کردم، امروز 6 دقیقه ورزش میکنم. یا اصلا من دیروز ورزش کردم 5 دقیقه، امروز هم 5 دقیقه ورزش میکنم. چون من قراره از خود قبلیم بهتر بشم، قرار نیست پسرفت کنم، قراره پیشرفت کنم. دست از مقایسه کردن خودتون با بقیه بردارید. هویت سازی کنید. بگید که من شخصیتم اینطوریه که تحت هر شرایطی اگه برنامه ریزی کرده باشم روی اون برنامه هم عمل میکنم. من شخصیتم این مدلیه، من روتین دارم. من اگه قراره که امروز 5 دقیقه این کار رو انجام بدم، 100% این کار رو انجام میدم. بعد اینکه کاراتون رو کوچیک کنید، کارهای بزرگ رو تقسیم بندی کنید به کارهای کوچیک. قدم های کوچیک 100% برداشته میشن، قدم های بزرگ برای شروع نه، اصلا پیشنهاد نمیشه. دیدین وقتی که میخواین یه کاری رو شروع کنید که علاقه دارین بهش، چقدر ذوق دارین، چقدر هیجان دارید، چون اون کار دوست دارین که انجام بدین، سریع اقدام میکنید، شروع میکنید، انجامش میدین، ولی به یه جایی که میرسه مطمئن باشید که اون ذوق و شوق و هیجان از بین میره و اون انگیزه است که باعث میشه شما ادامه بدید. چه وقتی یه کاری رو دوست دارین،
انجامش میدین و اون قدم ها باعث میشه که هی شما برین جلوتر، پیشرفت خودتون رو ببینین و این پیشرفته باعث میشه که هی شما انگیزه بگیرید، هی برین جلوتر، هی بخواین، هی دلتون بخواد بره جلوتر و یواش یواش اون انگیزه هست که شما رو میبره جلو، نه اون علاقه، اون عشق، دوست داشتن به اون کار. ذوق و هیجان پیشرفت و موفقیته که باعث میشه شما ادامه بدید. ولی یه وقتایی هستش که شما یه کاری رو دوست ندارید ولی مجبورید انجامش بدید. در واقع اصلا هیچ ایده‌ای ندارید که اصلا اون کار رو دوست دارید یا دوست ندارید ولی باید انجامش بدید. مثل ورزش کردن. من ورزش کردن مثلا میزنم چون توی این کار هستم و خیلی ها رو میبینم، خیلی از شاگردان میان و میگن الان میگن که من اصلا ورزش کردن دوست ندارم، من فقط دارم ورزش میکنم یا اومدم ورزش کنم که مثلا وزن کم کنم، برای سلامتی مجبورم که ورزش بکنم. ولی همونا وقتی یه مدت ورزش میکنن، وقتی میگذره میبینن که مثلا اگه روزای اول 5 دقیقه میدویدن نفس کم میآوردن ولی الان میتونن 10 دقیقه راحت بدوئن، بعد میبینن که چقدر وزن کم کردن، چقدر اندامشون متناسب تر شده، یواش یواش علاقه‌مند میشن. من میبینم که مثلا توی جلسات بعدی که میان تو باشگاه با نیش باز میان باشگاه، دوست دارن که بیان، زمان میذارن برای اینکه بخوان بیان. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه انگیزه براشون ایجاد شده، برای اینکه موفقیت رو دیدن و خوششون اومده، موفقیت زیر زبونشون مزه داده بهشون، باعث میشه که بیان اون کار رو ادامه بدن. پس اگه تو هم یکی هستی که الان انگیزه نداری، فکر نکن که تنهایی، فکر نکن که فقط تویی. همه آدما این مدلی هن. همه آدما به خاطر اینکه یه کاری رو بخوان شروع کنن حاضرن هر کار سخت دیگه رو انجام بدن ولی اون یه کار رو انجام ندن. ولی تو بیا این کار رو انجام بده، یه قدم، یه کوچولو. میخوای یه کتاب بخونی؟ کتاب رو باز کن، بگو فقط یه صفحه ازش رو میخوام بخونم، یه صفحه بخون. میدونی یه مشکل دیگه ای که برای انگیزه هست کمالگراییه. کمالگرایی واقعا نقطه مقابلش، یعنی دشمن انگیزه است. من یک ویدیو در مورد کمالگرایی هم دارم توی کانالم، میتونید برید و ببینیدش، حتما خیلی بهتون کمک میکنه برای شروع کارها. قراره اینجا با هم دیگه پیشرفت کنیم، قراره اینجا به نسخه بهتر خودمون تبدیل بشیم. پس بیاید این کار رو انجام بدید. بیایید از امروز فقط به این فکر کنید که قراره یه کار کوچولو انجام بدید. سختش نکنید واسه خودتون. از یه کار کوچیک شروع کنید. من خودمم تصمیم دارم این کار رو بکنم. الان من فصل امتحانامه، یواش یواش امتحانام داره شروع میشه و این ترم خیلی شاگرد تنبلی بودم، درسامو اصلا نخوندم و اصلا اینجوری هم که استرسش رو گرفتم که اون همه کتابو من چجوری باید بشینم بخونم، اصلا نمیخونم، هی میگم فردا، هی میخوام از زیرش در برم. ولی از امروز که دارم با شما صحبت میکنم میخوام منم به شما یه قولی بدم که فقط میخوام شروع کنم از هر کتابی 10 صفحه بخونم. 10 صفحه کافیه، لازم نیست به اون حجم 300-400 صفحه‌ای فکر کنم. 10 صفحه برای امروزم کافیه، چون مطمئنم اگه 10 صفحه رو شروع کنم میرم تا ادامش. پس شما هم شروع کنید. مرسی که همراه هم هستید. از پیشرفتاتون برام بنویسید، حتما به من هم انگیزه بدید. مواظب خودتون باشید. ویدیو اگه دوست داشتید لایک کنید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.